رزمنده جوان و آینده‌دار تاجیک سمندر مرادوف روز 23 اکتبر سال 2022 در شهر ابوظبی امارات متحده عرب در چارچوب مسابقات رو به سوی UFC برای دست یافتن بر خط به لیگ UFC، لیگ از همه معتبر در ورزش MMA وارد محاربه می شود. سمندر مرادوف که تا امروز 7 مرتبه به میدان برآمده و یگان بار شکست نخورده است و در 4 رقابت پیش از مهلت غلبه به دست آورده است. در ابوظبی با جیان سکویرا از برزیلیا وارد رقابت خواهد شد. سکویرا رقیب پرتجربه به شمار می رود. او تا امروز 18 پیروزی به دست آورده در 4 نبرد شکست خورده است. کارشناس ورزش ارگش آخروف می نویسد پیروزی بر سکویرا روی سمندر را به UFC باز می کند. سمندر در کارنمایی ورزشی خود 7 رقابت بدون باخت دارد. از خود تاکتیکای خوب محاربه را دائم به نمایش می‌گذارد. هواداران و مخلصانش از اخلاق نیک و فروتنی و خاکساریش همیشه استقبال می‌کنند. مهمتر از همه دائما با سر بلند از نام تاجیکستان با پرچم مقدس آن برآمد نموده با افتخار از تاجیک بودن خود حرف میزند. در صورت پیروزی سمندر در سازمان UFC برآمد می‌کند. سمندر بعد از نورالله علیف دومین تاجیک با غرور است که بهر رایابی به تشکیلات ورزشی UFC تلاش دارد. امیدواریم که سمندر در این سبقت دست بالا می شود. نورالله علیف که او را به سبب شباهت زیاد داشتنش به ورزشگر مشهور داغستانی حبیب نورمحمدوف دوگانه که حبیب نیز نام میبرند ماه سپتامبر سال جاری نخستین نفر از تاجیکستان و دومین تاجیک شد که با UFC قرارداد بست. اولین شده با UFC تاجیک زاده سمرقند زرخ ادشایف قرارداد امضا کرده بود. روز 14 اکتبر سال 2022 موین غفوروف معروف با لقب موین تاجیک باز یک ورزشگر دیگر از تاجیکستان توانست کمربند چمپیونات LFA در وزن اعظم سبک را به دست بیاورد. این کمربند روی موین را نیز به سوی UFC باز کرد چون که همه چمپیون های LFA می توانند به UFC گذرند.